سلام علیکم برادرای عزیز. یک فونکسیای نوی واتساپ به شکلی لایک رو مونین و طرز سبشین نوشتن و همون آدمی که سبشین رو میخواند و گالوچکا میشه، گالوچکا کبود میشن، طرز همون گالوچکای کبود رو نیست کردن و باز پیدا کردن. میداریم واتساپ بالا 3 نقطه رو میچخیم، نسترویکا اکانت کنفیدنسیالnost میچخیم و چقدر چی دیدین برادرها. Отчеты о прочтении. Если вы отключаете отчет о прочтении, برادرها این بارسی گفته دیگه هم قشنگ میگم که وقتی که این رو خاموش میکنی همون گالوچکای کبود نیست میشود، یعنی که کدام با تو سبشنی روان کنی تو نمیفهمی که همون سبشنی تو رو خوانده است و اگر دیران کنی نه خیلی ضعیف که نویسی که نشان داد دیده گالوچکای کبود تو شد، یعنی که خوانده است پوینتینش او شد ولی حالا نخوانده است. و برادرای عزیز چقدر که من گفتم طرز گالوچکا رو نشان دادم.